ضدعفونی ساختن خانه بخشی از کار روزمره دلاغا فهیم، سرپرست فامیل 5 نفری در کابل است. وی که حسابدار در یکی از مارکت های شهر کابل است، از زمانی که ویروس کرونا در کابل گسترش یافت و حکومت محدودیت گشت و گذار را در کابل وضع کرد، وی با خانواده‌اش خود را در خانه قرنطین کرد. با استفاده از این قرنطین یک ماه بیشتری که شده در خانه هستم و همراه اولادا میشینیم. خوب است که همراهشان درسایشان هم میخوانند، کارهای خانه هست هم میگیریم و مصروفیت های درس از قرآن شریف است و کارهای خانه را میکنیم. بر اساس گزارش‌های شمار از رسانه‌های بین المللی، قرنطین در شمار از خانواده‌ها در افغانستان و جهان خشونت‌های خانوادگی را به میان آورده است. اما دلاغا میگوید صمیمانه زیر یک سقف تا اکنون زندگی کرده و از بودن با خانواده لذت میبرد. خوشبخت هستیم که از روز قرنطین شده در افغانستان و ما در خانه هستیم. بسیار شکرگزار هستیم که با بسیار یک صمیمیت در فامیل خود سپری میکنیم و به بسیار مثل دوستا و رفقا و در خانه هستیم و از برخوردهای بسیار صمیمانه. امی که فراد دریا میگه در خانه بمانید، صمیمانه بمانید، ما همونطور هستیم فضل خدا. پسر بزرگ این خانواده در یکی از بانک‌های خصوصی مصروف کار است، اما اکنون در خانه در کنار خواهر برادرش مصروف درس خواندن است و از مردم می‌خواهد که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در خانه بمانند. توصیه‌های دکترها را طبعا جدی می‌گیریم. از ماسک و دستکش حتما استفاده می‌کنیم و بیشتر اوقات کوشش می‌کنیم که تا وقتی که جدی نباشه و ضروری نباشه از خانه بیرون نشیم تا خدای نخواسته خدا یا دیگران را مصاب نسازیم. فامیل فهیم ممکن است محدود باشندگان شهر کابل باشند که به توصیه‌های صحی وزارت صحت عامه و همچنان سازمان جهانی صحت عمل کردند و خودشان را در خانه قرنطین کردند. ولی با وجود این که حکومت افغانستان از گسترش ویروس کرونا در شهر کابل و دیگر ولایت افغانستان هشدار می‌دهد، شمار از باشندگان شهر کابل همچنان به کاروبار زندگیشان به گونه عادی ادامه می‌دهند. شفیع کریمی، رادیو آزادی، کابل.